1000 سال پیش، یعنی 200 سال پس از شهادت حضرت رضا علیه السلام و بعد از اینکه مشهد کم کم فصل نوعی از حیاتش رو شروع میکنه، شهر آروم آروم شکل میگیره و خونه ها به عنوان بافت شهری جای خودشونو محکم میکنن. حدود 400 سال پیش هم شاه عباس با احداث خیابان شرقی غربی شهر تغییر در بافت پیرامون حرم رو استارت میزنه. در سالهای بعدی شهر گسترش خودش رو ادامه میده تا به دوران پهلوی میرسه. با ورود خودرو و توجیه نیاز دسترسی همه جای شهر به حرم مطهر، ایجاد چند خیابان جدید در دستور کار قرار میگیره و خیابونهای طبرسی، فردوسی و فلکه حضرت احداث میشن. در دوران پهلوی دوم مشهد برای تغییرات کالبدی دوباره مورد توجه قرار میگیره که با برچسب ضرورت رفع نابسامانی ها و معضلات موجود در بافت، بزرگترین مداخله در این پهنه شهری تا اون زمان آغاز میشه. سرانجام در دهه 50 دور حرم دیواری کشیده و حرم به واسطه یک فضای سبز از شهر جدا میشه. در سالهای نخستین بعد از انقلاب با اقبال مردم به زیارت و احساس کمبود فضا، آروم آروم خیابونهای تازه و رواقها و صحنهای نو شکل گرفتند. همین تغییرات طرح‌هایی برای توسعه حرم و فلکه حضرت رو در دستور کار حاکمیت شهری وقت قرار داد. دیواره رو برچیدن و فلکه رو تبدیل به زیرگذر کردند. وزیر وقت مسکن و شهرسازی لزوم تهیه طرح برای بافت رو طی نامه‌ای به اطلاع مقام معظم رهبری میرسونه. یادآوری برخی نکات مهم این نامه به عنوان یکی از اسناد آغازین طرح میتونه کمک زیادی به حافظه تاریخی ما بکنه. کازرونی در نامه معروف خودش مینویسه هدف از مطالعه، طراحی و اجرای بافت صرفاً ساماندهی و احیای بافت مذکور می باشد، آن هم به انگیزه ایجاد تناسب بین فعالیت‌های بافت اطراف و حرم مطهر. مالکیت و کلیه حقوق افراد را کاملا محترم شمرده و هر امری می بایست ضرورتاً با ترازی صاحبان حق انجام گیرد. حجم زیاد تخریب‌ها و هزینه‌ها چالشی اساسی برای اجرای طرح قلمداد می‌شدن، اما در نهایت طرح تاش پذیرفته میشه تا با کلیدواژه معاصرسازی زیارت تحولات بافت اطراف حرم رو در یک پهنه 300 هکتاری رقم بزنه. 1000 سال تاریخ مشهد. آقا دست بردارید. مشهد اولین اثری که ازش داریم قرن 8 هجری راجع به مشهد به عنوان شهر صحبت میشه. طبیعی هم هست. اون موقعی که در سال 202 هجری قمری امام رضا به عنوان ولیعهد مأمون کشته میشه، به شهادت میرسه، وفات پیدا میکنه، روایت تاریخی متفاوته. جامعه ایرانی جامعه سنی بوده. با این حال طرح اولیه نوسازی و بازسازی بافت در سال 1378 تصویب میشه که البته به دلیل حجم مداخلات وسیع و عدم برنامه ریزی تأمین مالی متناسب با شرایط مسبب مشکلات گسترده میشه و به بی تکلیفی، سرگردانی و آوارگی مردم منطقه دامن میزنه. وقتی میریم اونجا جغداد میکنیم میگه آقا مرخصم اطلاعات میخوام ما رو چیکار کنه؟ ما از حقم میخوام دفاع کنم. پروژه ما رو خریدن بره یاس خانه خودم، بره پروژه یاس درم اساسه. آیا این زبار که از شهرستان از کشور عربی مخواد بیاد، آیا این زمینش باعث پاک باشه یا غصبی باشه؟ وقتی که ما راضی نیستم غصبه. وقتی شما اعلام میکردین که من ناراضی هستم از این که میخوام ملکم رو بدم، اونا چه پاسخی به شما میدادن؟ اونا که ناراضی باش مهم نیست.
ما از سال 80 تا به امروز که سال به اصطلاح 99 هستیم، یعنی 19 ساله به نهادها، ارگانها و مراجع مختلف مراجعه داریم برای احقاق حقوق خودمون. یعنی الان حداقل 2 مورد ملک تملک شده به گفته خودشون یا خریداری نشده و هر سبکی که اعلام میکنن، ولی ما بهایی بعد از 19 سال هنوز دریافت نکردیم. اداره اوقاف هم احدی نیومده بره سر زمین بگه آقا این زمین چرا ساخته شده. یعنی شما با مال یتیم و یهود و با مال کفار اینجوری برخورد شده از صدر اسلام تا حالا. سال 1387 میرسه. حالا 16 سال از نامه مهندس کازرونی به مقام معظم رهبری گذشته. در یک بازنگری جدی تغییراتی تعیین کننده در طرح رخ میده. تأمین مالی پروژه به یک چالش جدی تبدیل و تصمیم گرفته شد تا با جذاب و سودآور شدن موضوع برای سرمایه‌گذاران اجرای طرح سرعت بگیره و هزینه‌های اون تأمین بشه. اما غلبه نگاه سود محور به بافت اونقدر زیاده که موفق میشه تا مدتها نامه سال 86 رهبری رو پنهان کنه. نامه‌ای که در اون رهبری تأکید میکنن که نباید به پروژه ها و طرح اطراف حرم نگاه منفعت طلبانه داشت و حق و حقوق مردم باید در اولویت قرار بگیره. برگردیم به بازنگری سال 87، یعنی 1 سال بعد از نامه رهبری. در نقشه جدید تبدیل قطعات مسکونی با رنگ زرد به قطعات درشتدانه تجاری اقامتی با رنگ قرمز شدت گرفت و با معابر عریض شعاعی، حلقوی و کلان پروژه های حاشیه‌ای، تار و پود و پهنه‌های چند صد ساله بافت و از هم پاشید. آمدم ما گفتیم نمیدونم هر کار گفت میزان دستور گفتم هر کار دلت میخواد گفت خراب میکنم گفتم مقارنه یک خشتش نمیتونی برداری. این ملک ما رو قبل از که از ما بخرن فروخته بودم به خانه خودم، فروخته بودم به مجتمع یاس. پولش یک جوری دادن خدا نگذاره از آقای پولش به ما به 3 سال دادن. ما دیگه نتونستیم خانه بخریم، رفتیم کرانشینی تو خیابون قاجده کرانشینی. ما آمدیم ملک رو تاریخش زدیم بریم کارشناسی جدید همین او هفته که کارشناسی جدید بخونن. به پی کارشناسی جدید ملک ما رو خراب. بعدش کلیر از ما گرفتن گفتن بدین که متراشویی نشمتون بکنیم درست کردیم باشیم. هر روزا 3 روز پیش ملک ما رو خراب کردن. هنوزم جواب کارشناسی ندادن که چقدر. یعنی کلید از شما گرفتن برن متر کنن، خب بعدم تخریب کردن. بله تخریب کردن. پولم ندادن. 1 قرون هم ندادن. 440 متر از عرصه ما واقع شده در هتل جهان. شهرداری میاد تو سال 91 و ابتدای 92 این ملک موقوفه رو تجمیع میکنه با املاک بغلیش، تبدیل میکنه به 3200 متر عرصه، واگذار میکنه به بانک ملت بدون تملک عرصه و اعیان. ملک وقتی رو واگذار میکنه به بانک ملت با پروانه ساخت. بانک ملت از ابتدای سال 2 پیمانکار میگیره، اونجا رو میسازه که ساختش تا سال 95 طول میکشه. این 95 رو به اتمام بوده. سال 95 میاد شهرداری سامن سراغ اوقاف. 4 سال بعد از اینکه ملک فروخته میاد سراغ اوقاف، میگه آقای اداره اوقاف من این ملک رو مجوز تبدیل بحثم میخوام. ملکی که 4 سال پیش شهرداری میگه ملکی که 4 سال پیش فروخته و بناش در حال اتمام بوده. یکی نیومده به شهرداری بگه آقای شهرداری این ملکی که الان دنبال تبدیل بحثن عرصه‌اش هستی چرا شده 13 طبقه بنا؟ کی فروخته ملکو که تو الان اومدی داری مجوز تبدیل بحثن میگیری؟ تازه اومدی ببینه آیا شرایط تبدیل بحثن داره؟ کدوم قانون تملک اول امر میاد میگه آقا تو ملک مردم میتونی بفروشی، بیا بدی هتلش کنن؟ درست. اصلا با اشخاص عادی همچین برخوردی میشه انجام داد که با مال موقوفه بشه انجام داد؟ واگذار کرد ایشان به از موضوع شما متراژ مشخص بشه به وسیله مهندسین نقشه بردار. من متراژی که من دیدم که دارن کم میکنن از زمین بند، از زمین خودی بنده کم میکنن. یعنی متراژ کم میزنن. متراژ کم میزنن. حدود 4-5 متر کم میزنن. به هر جای مراجعه میکردم از موضوع شما طوری برخورد میشد که احساس یأس میکردم بده. 4 5 متر کم میزنن. 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 4
به دست دادن هم آقای صادقی ما کردم نتیجه نگرفتم. تشکیلات قضایی مدرس هم مسئول هم معاونش نصیری به همه جا مراجعه کردم نتیجه نگرفتم. متراژ آب رفته تو 4 سال 80 متر از عرصه آب رفته. درسته. نزدیک ارزم به حضور شما که 200 متر هم از اعیان ملک موقوفه شده هتل. درست. توسط شهرداری واگذار کرد توی مجوز تبدیل بستن. جاش چی گرفت؟ جاش اومد به جای اینکه شهرداری تنبیه بکنه 157 تا ملک رقبه دیگه موقوفه هم گذاشت روش، داد به شهرداری. تو قالب چی؟ تو قالب توافقی به نام 158 رقبه. طرف اول شهرداری مشهد، طرف دوم اداره کل موقوفه ما هم شماره 4 همین بود. هنوز ریالی موقوفات داخل این قرارداد 158 تا از اون عایدی نداشتن و سوال اینجاست چرا یه همچین کاری اوقاف کرده؟ ملک ما در 100 متری حرم مطهر رضوی با حقوق مکتسبه در سال 95 کارشناسی شده متری 6 میلیون تومان. 370 متر عرصه رو با 159 متر اعیانش رو قیمت گذاشتن 2.5 میلیارد تومان. من به آقای مدیر کل اوقاف گفتم آقای مدیر کل اگر ملک پدریت بود اینجوری واگذار میکردی که جاش اونو بگیری؟ بدونی که ما اطلاع داشته باشیم تخریب میکنیم. یعنی زمانی ما میریم اونجا میرسیم که ملک تخریب شده بود و یه سری لوازمی که در انباری بود بیرون گذاشته بودن بدون اطلاع بدون هیچ گونه اطلاعی مردم رو در شرایطی قرار دادن که املاکشون رو نمیتونن به اصطلاح بازسازی کنن. آره و خب همین باعث میشه که بعد به اصطلاح اون انگ فرسوده بودن بهش بچسبه. در حین رسیدگی و کارشناسی هایی که انجام میشه ما در سال 98 به صورت کارشناسی که میره مراجعه میکنه کارشناس ثبتی اونجا متوجه میشیم که اصلا ملک ما به نام شهرداری سند خورده. یعنی ما تا اون روز حتی اطلاع نداشتیم که ملک ما سند هم خورده. بعد دوباره اشتباه کردیم که استفاده کردیم، اشتباه کردیم سند زدیم، باز دوباره سند رو تجمیع کردیم، محصور کردیم و الان در گزارش‌های کارشناسی قید شده که شهرداری به پیمانکار خودش ملک رو اجاره داد. سند رسمی ما که اداره ثبت صادر کرده 529 متره، اما متاسفانه اینا 520 متر اینجا اصطلاح نقش برداری کردن و ادعا میکنن 520 متر که یکی از تخلفات همین بود. کارشناسان شهرداری وقت اگرچه از هیچ سفر خارجی برای بهره‌مندی از تجربیات جهانی فروگذار نکردند، اما بنا رو بر این گذاشته بودند تا هیچ وقت تجربیات جهانی در زمینه شهرسازی و بافت‌های تاریخی به کارشون نیاد. در این موضوع نظر اساتید جهانی بسیار حائز اهمیته. پروفسور نسرین سراجی یکی از اساتید برجسته جهان که نشان شوالیه داره اینطور مشهد و طرح بافت اطراف حرم رو روایت میکنه. متاسفانه در سالهای اخیر حرم امام رو بهش نگاه واقعی نکردیم. تنها جوری که بهش نگاه کردیم اینه که چطوری پول ازش داریم. بزرگترین اشکال اینجاست که اینو داریم یواش یواش اینقدر دورش چیز میذاریم که دیگه نمیدونم حرم وجود خواهد داشت در 25 سال آینده یا نه. یه چیزی میشه که هیچ کسی نمیتونه بهش برسه. مردم اما همیشه مرغ عروسی و اعضای تصمیمات غیر کارشناسی مسئولان، خوابزدگی ناظران و منفعت طلبی های سرمایه گذاران بودند. شرکت و عمران و مسکن سازانی سر و کار داریم که ادعای خصوصی بودن میکنه.
عنوان سهامی خاص ثبت شده در اداره ثبت. مالکینش کی هستن یا مدیر عاملش چه اشخاصی هستن؟ شهرداری مشهد، استانداری، شرکت احیا، شرکت مادر تخصصی عمران بهسازی ایران و آستان قدس. با تمام تفاصیلی که همه اینها دولتی هستن این و یا به اصطلاح چیز هستن خصوصی ثبت شده. و زمانی که خب این برای چی خصوصی ثبت شده؟ برای که مثلا زمانی که ما به دیوان عدالت اداریش شکایتی مطرح میکنیم، شکایت اونجا رد میشه به خاطر که میگن سهامی خاص یا مثلا بازرسی ورود نه. اینجا بحثایی رو پیش میکشن و یه مقدار مراجع قضایی اینجا مشکلاتی پیش میاد که مثلا واقعا مجری‌تر کی بوده، کی تملک کرد. رویه قضایی به جوری هستش که بسیار بله در استان بسیار طولانی هستش و تا کنون ما هیچ گونه جوابی بابت اصطلاح چیز نگرفت. ملک بود مال حاج سفر عمومی، مال 5 تا دختر صغیر بود، یک پسر دیوانه. آمدن این رو خریدن به 115 میلیون تومان. 350 میلیون تومان فروختن بغل هتلیت. می آمدن چیکار میکردن؟ ای برای ما رو میخریدن، دوستخانه میکردن، او برای ما رو شیرخانه میکردن، ما رو به تنگ می آوردن که ما قرارداد با اینا ببستیم. با آقای رئیسی بگه آقای رئیسی شما یک چطور بره هر جای شما یک پرسنل مرسن، یک ارگان مرسن که آقا بررسی کنه، یک نفر رم برفسن آقا، یک هیئت رم از تهران بره رهبری کار نداره، برفسه که آقا شهرداری سامن منطقه حرم رو بررسی کنن که این ملکار چجوری از چنگ مردم در آوردن. آیا این مردمی که مثل ما هستن ضعیف هستن آیا راضی هستن؟ درخواست بنده اینه که هم حق مردم از ابتدایی که شهرداری سامن شروع کرده به حق مردم اگر ضایع شده یک تشکیلاتی دائر بشه حق مردم برگرده بهشون. یعنی به همه جا ما نامه‌نگاری کردیم. هر ارگان نظارتی و هر ارگان امنیتی پرونده ما رو دارن، چرا اقدام نمی‌کنن؟ من خواستم از آقای رئیسی اینه، فقط این تنها امید و کورسویی که ما داریم شخص آقای رئیسیه و خواستم اون اینه که آقای رئیسی یک بار برای همیشه ورود بکن و قضیه موقوفات رو حل بکنید. بیاد یه آیین‌نامه بذارید. این تبدیل به احسن نیست، خدا شاهد این تبدیل به اصفر هم نیست. مرور این اتفاقات از سهل‌انگاری عامدانه شهرداری در سایه تغافل دادگستری خراسان پیرامون احقاق حقوق عامه حکایت داره. پیشنهاد واضح من در اینجا تحقیق و تفحص از شهرداری، شرکت عمران و مسکنسازان سامن و همچنین بررسی تملکات انجام شده در این سال هاست. نقش تعارض منافع اشخاص و نهادها در تخلفات صورت گرفته هم قطعاً حائز اهمیت. حالا باید دید قدم بعدی دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و از همه مهمتر قوه قضاییه با این ابر مسئله چیه؟